هذا النور شفاء صدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. نام الله در درختان و در بدن بعضی از حیوانها و در آسمان برآمده است. آیا این حقیقت دارد؟ عزیزان و خواهران و برادران عزیز، سالهای اخیر ما مشاهده میکنیم که در درختان هستند که با مثل آدمی سجده میکنند. یعنی با قدرت خداوند همان درخت مثل آدمیزاد در حالت سجده کردن است. من همان چیزهایی را در نظر دارم که رسمهایشان برآمده است. یعنی در اینترنت و یا در سایت های بعضی از برادران چنین رسم‌ها دیده می شود. یا آنکه کودک تولد شده است که در ران پای همان کودک آیت قرآن نوشته شده است. مثال دیگر این که در بدن بعضی از گوسفندها و یا در بدن بعضی از اسب‌ها نام الله نوشته شده است. آیا این معجزه هایی که برآمدن حقیقت دارند؟ اکنون برای آنه که شما باوری حاصل کنید، پس برایتان با دلیل ها و آیت های قرآنی تحلیل میکنیم. خداوند تبارک و تعالی میفرماید و ستاره و درختان سجده میکنند. سوره رحمان آیت 6. یعنی این آیت مردم مسلمان را هشدار میسازد که درختان و ستارگان پروردگار را عبادت میکنند، اما بنده هایی که تن صحت دارند بار خدا را سجده نمیکنند، اما روز دراز با کارهای بیهوده مشغولیت هستند. پس دوستان عزیز، این معجزه هایی که در بدن هر حیوانات و یا در اشیاهای دنیا برآمدند برای هوشیار شدن ما بنده ها می باشد. یعنی خداوند تبارک و تعالی برای ما بنده های غافل نشان داده ایستاده است که ای مردم بیدار شوید، زیرا خداوند دارای چنین قدرت ها می باشد. در آیات قرآن ببینید که خداوند را حتی درختان سجده می کنند، لیکن ما بنده ها عبرت نمیگیریم و باور هم نمیکنیم. در بعضی از عکس ها ببینید که درختانی هستند که به مثل شکل انسانند و سجده دارند، اما کسی فکر نمیکند که چرا چنین است. سبب این همه معجزه هایی که برآمدن این میباشد که ما به حیا شدیم، از خداوند دور شدیم، از قرآن دور شدیم، از خداوند نمیترسیم. از این خاطر خداوند به هر راه ما را نشان داده ایستاده است تا ما ببینیم و از خداوند بترسیم. افسوس که حقیقت را قبول نداریم. الله تبارک و تعالی در قرآن میفرماید عالم جن و انسان را برای عبادت کردن آفریده. سوره زاریات آیت 56. یعنی خداوند انسانها را و انس و جن را برای عبادت کردن خود آفریده است. خداوند ما را برای کارهای بیهوده نآفریده است، بلکه برای عبادت کردن خودش آفریده است. حتی در یک کودک تولد شده بود که در بدن او آیت قرآن نوشته شده بود، لیکن بعضی سنگدلان عبرت نگرفتند و باور هم نکردند. یا اینکه در بدن بعضی از حیوانها الله نوشته شده است و یا در سنگهای کلان کلمه شهادت نوشته شده است. این معنای آن را دارد که خداوند بزرگ وجود دارد. مگر همه این قدرت الله نیست؟ حضرت عیسی علیه السلام کودک بود و در گهواره سخن گفته بود. مگر این معجزه پروردگار نیست؟ عزیزان دل، الله تبارک و تعالی میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید از پروردگار بترسید. سوره نساء آیت 1. پس عزیزان بیاید به قدرت الله باور کنیم و از خداوند بترسیم. همه این سخنها برای آبادی وطنمان و برای فهمش جوانان امروزه می باشد. خدا نگهبان همه شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.